دوست دارم همه بدونن که دنیا اصلا ارزش نداره. من دامادم رفته بود چهارشنبه رفت یه ویلا خریده بود آقای نجف زاده. این ویلا رو خرید، دخترم میگفت نشست تو ماشین، گفت رفت سند زد پنجشنبه، گفت آخش سند رو زدم. بعد اومد تهران، شب خوابی صبح بلند نشد، خودش تو ویلای خودش نرفت. این دنیا دهشی هم نمیارزه. خدا رفتگانتون رو بیامرزه. پدرم یه شعر همیشه میخوند، گفت در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ گوش کن. سلیمان گر شوی آخر نسیم مور میگردی. این دنیا ارزش اینا رو نداره، باید همدیگر رو داشته باشی. خودش تو ویلای خودش نرفت.